بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید. از کجا زنگ میزنید؟ من سیامک هستم از ایران. آقای سیامک، برادر بزرگوار، بفرمایید. خسته نباشید برای انصاری گل و تبریکم میگم به این دل بزرگتون که با وجود این همه انصای برکیتی که این آقا است، من دوست ندارم مثل شما برم بازم گذاشت کردید. واقعا من بودم این کار نمیکردم، ولی خب خداوند این رحمت که با شما کرده که این بندی خدا را ببخشید. من یه سوال داشتم، چون اگر یادتون باشه بعضی از این شبکات خیلی مانور دادن که با شما درست کردن، که یادتون باشه در مورد من خودم که کردم در مورد ما کردم یادتون میاد کارو؟ بله بله بله. یادتونی با شما درست. من خیلی گشتم، شما چیزی فرمودید که از این صادق کار کرده در مورد ما کردم. مثلا این جرق رومه این حدیث من لا يحضر فقيه كتاب معايش المكاتب شاب سعيدي صفحه 269 که از امام صادق ابی ربیع الشامی به اون میفرماید در مورد کردن سوال کرده ابی ربیع ایشون ابی عبدالله اینجوری جواب میفرماید با کردن آمیزش نکنید که کردها طایفه از جن هستند و ایزای چیز بطری هم که شده که گفته خداوند تربیه از ایشان برداشته است، یعنی حیا و شرم و همه چیز از ما صورتا که نسی که فنجار میکنه نفرسی برداشته است. این از کجا این برادران شیعه، البته نه برادران صفوی اینجوری به ما گفته است. درست. خواستم در این مورد یک عربی شوید که بگم مکت کنید. چشم. ممنون میشم اینو. چشم. چون این جواب عربی شو بدم. چشم. من این رو پخش میکنم، الان نشون میدم خدمت. تشکر از شما. میتونید از در این مورد خواستم چون بذار اینا تکرار نکنن، چون متاسفانه باز همین پارابک انداختن، متاسفانه نتونستم مطمئن بشم اینو براشون بکنم. چشم. اینو الان پخش میکنم خدمت. تشکر از شما. سلام استاد محمد شیخ بزرگم برسونید و علیکم السلام. سلامت باشید. الله متعلفتون کنه. تشکر از شما. ببینید در کتاب الخصال از شیخ صدوق در اینجا احمد جان نشان بده. در اینجا میگه که در روایت 838 ای از ابی عبدالله از امام جعفر صادق روایت میکنه که لا يدخل حلاوة الایمان قلب سندی ولا زنجی ولا خوزی ولا کردی ولا بربری. میگه که ایمان به قلب این گروه ها داخل نمیشه. سندی از منطقه ایالت سند پاکستان، ولا زنجی سیاهایی که در آفریقا هستند، ولا خوزی خوزستانی ها اهوازی ها، ولا کردی یعنی کردها و اهوازی ها و سیاه ها و سندی ها، اینها ایمان، حلاوت ایمان، شیرینی ایمان به قلب اینها داخل نمیشه، یعنی مؤمن نیستن. این مطلبم خیلی جالبه، اینم برای تهرانی ها خوبه. و میگه که ولا انبئک الریون، میگه که به اهل ری یعنی تهران هم نمیشه اعتماد کرد که معلوم نیست که مادرشون رو از زنا باردار شده باشه. امام صادق علیه السلام حلاوت شیرینی ایمان در دل سندی و زنگی و خوزستانی، کرد و بربر و مردم سرزمین پر نشیب و فراز ری و در دل کسی که مادرش او را از زنا حامل شده باشد راه نمی‌یابد. بعد گفته که این حدیث قابل بررسی است. حالا چطور قابل بررسی است که این دیگه خود جای حرف و حدیث داره که
چیزی به اسم علم حدیث در مذهب شیعه وجود نداره که این حدیث رو بخواید تصحیح و تضعیف بکنن. هر کس بر اساس هوا و هوس خود این کار رو میکنه. المهم این مطلب در کتاب الخصال از شیخ صدوق اومده و این مطلب هم که تهرانی هم در این ضمن اضافه شدن، مبارکشون باشه شیخ صدوق اینها. تشکر میکنم از عزیزانمون. در مورد کردها در کتاب علل الشرایع از شیخ صدوق همچنین، اینم آدرسش، اینم صفحه 515، اینم در مورد کردها. در حدیث اول و دوم میگه که کسی اومدن پیش ابو عبدالله اقواما گفتن که ان عندنا اقوام من الاکراد یجیئون بالبیع و نبایعهم فقال یا ربی لا تخالطهم فان الاکراد حی من الجن کشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم. گفت که تعدادی از کردا میان با ما خرید و فروش میکنن، چیکار بکنی با اونها؟ گفت یا ربی، امام جعفر صادق گفت که با اونها معاشرت نکن که اینها یک گروهی از جن بودن که خداوند پرده از اونها برداشت. روایت دوم همین است که لا تخالطوهم فان الاکراد من الجن کشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم. کردها گروهی از اجنه هستند که پرده از اونها برداشته شده، پس با آنها معاشرت نکنید. به هر کی اینها توهین میکنن، به فارس ها، به سیاه ها، به حتی یعنی من خیلی جالب بود در صفحه 212 کتاب فروع کافی، عزیزانمون نشون بدن این کافی، صفحه 212. یعنی نکاح کردن با کردها و با سودانی ها کراهت داره. یک باب زده در اینجا. از امیر مومنان روایت کرد از علی که ایاکو و نکاح الزنجی فانه خلق مشوه. وای به شما که نکاح بکنید با سیاه ها، عموما با آفریقایی ها به اصطلاح، که اونها یک مخلوق تغییر یافته هستند، مشوه هستند. در روایت بعدی میگه که ان ابی عبدالله قال لا تناکه الزنج والخزر فإن لهم ارحاما تدل على غیر الوفا. میگه که با سیاه ها و با اهل خزر نکاح نکنید، یعنی ازدواج نکنید که رحم های اینها دلالت میکنه به غیر وفا، یعنی خیانت میکنن. یعنی چی؟ زناشون زناکارن. و اهل هند و سند و القند لیس فیهم نجیب. یعنی اهل هندوستان و اهل سند یعنی پاکستان و قند یعنی اهل قندهار، در بین اینها نجیب نیست، یعنی اینها هم زنازاده هستند. یعنی هیچ کس از دست این شیعیا سالم نمونده، قندهاری و سندی و هندی. یعنی شما تصور بکنید از هند و پاکستان گرفته تا قندهار، یعنی تقریبا میشه چیزی در حدود 1 میلیارد انسان رو اینها نجیب نمیدونن، زنهاشون رو زناکار و مرداشون رو زنازاده میدونن. باب زده در این مورد این آقای کلینی در مورد سیاهام که یعنی در خصال صدوق در فصول المهم از حر حاملی در بحار الانوار جلد 5 جلد 72 و در مستدرک سفینة البحار جلد 5 در این کتاب هم توهین های به سیاه‌پوستا شده. حالا من نمیدونم که سرنوشت این آخوندهای سیاهی که تو نیجریه و تو بعضی از این کشورها شیعه شدن و فریب این نظام رو خوردن، سرنوشت اینها چی میشه؟